بیا این یکی رو نگاه کن. بعد یارو میگه که آقا یارو پول نده برای چی ماشین میگیره؟ چون اینجوری میزنه خواهر ماشین میگه دیگه. بیا الان همین مثلا این یکی رو ببین، نگاه کن. بیا این یکی رو نگاه کن. 2018 سیلورادو آجی، ببین چیکار کرده ماشینو. اصلا آجی 10 سال من همین دارم قصه هرس میخورم فقط. خدایی میگم اوضاع ما جالب نیست ابوالفضلی. نه که فکر بکنین او این داره این حرفا رو میزنه مثلا نداره فلان میکنه بگه ندارم. نه خدا شاهده آجی، خیلی اوضاع خیته. برای همین دیگه لباس هم دیگه نمیخرم دیگه. میگم بذار دست به عصا برم که اگه موقع خلاص کسکشی چیزی خوردیم بتونیم یه چند سبای زندگی بکنیم تا بعداً فکر کارکاسبی باشیم دیگه. الان هم که بدبختی هر جام که نمیتونم برم کار بکنم. خلاصه دیگه ما توی چیز هستیم دیگه، توی معاملات